غم انگیزترین مسابقه تاریخ بوکس. محمد علی کلی در سال 1978 از دنیای بوکس خداحافظی کرده بود، ولی بعد از 2 سال که از بوکس حرفه‌ای دور بود، توی سن 38 سالگی پیشنهاد مبارزه با لری هولمز 31 ساله که اون موقع قهرمان دنیا بود رو قبول میکنه و در این مسابقه به شدت کتک میخوره و اذیت میشه و در راند دهم مربی اون با پرت کردن حوله مسابقه رو متوقف کرد. روز بعد از مسابقه یه بوکسور 14 ساله به محمد علی زنگ میزنه و میگه من انتقام تو میگیرم. اون کسی نبود به جز مایک تایسون افسانه‌ای. دقیقاً 8 سال بعد مایک تایسون فرصت انتقام رو به دست میاره و درست چند ثانیه قبل از شروع مبارزه محمد علی کلی میاد سمت مایک تایسون و میگه به خاطر من کارشو تموم کن. و لری هولمزی که تا اون موقع ناکاوت نشده بود در این مسابقه 3 بار با ضربه‌های سنگین تایسون به زمین میخوره و داور برد مایک تایسون رو اعلام میکنه و این مسابقه به عنوان انتقام مایک تایسون برای محمد علی کلی در تاریخ ثبت شد.